معنای واژه و اصطلاح‌هایی که نسل زد زیاد به کار میبرن. سوبر، بچه مثبت، کراش زدن، احساس عاطفی شدید به کسی، گلواژه، آدم تنبل و خنگ، گاسیپ کردن، غیبت کردن، پیکمی، به کسی میگن که توی جمع دنبال جلب توجه، سایبر بولی، قلدر مجازی، استاکر، کسی که خیلی گیر میده، خیلی پیگیر یه نفره و مثل سایه دنبالشه، مثل هوتن شکیبا تو سریال تاسیان. تاکسیک یا سمی، کسی که توی یه جمع انرژی منفی میده و دنبال دو به همزنیه. اکلیلی شدن، ذوق زدگی خیلی زیاد. حق پلاس یا حق پرومکس، یعنی خیلی درست میگه. نوب، فرد مبتدی میگن که خیلی هم توی یادگیری ضعیفه. گنگش بالاست، کسی که خیلی آدم خاصیه و خودش رو دست بالا هم میگیره. وایب، حس و حال درونی. اسپم خنده، خنده خیلی زیاد. تبر زدن، کسی که توی یه رابطه گمراه میشه و تصمیمای اشتباه میگیره. شیپ کردن، دوست کردن، مثلا میگن فلانی فلانی و با هم شیپ کرد، از همون ریلیشنشیپ میاد. عالی نواختن، به نوازندگی ربطی نداره، مثلا یکی آشپزیش خوبه میگن عالی نواختی. پوکر فیس، کسی که هیچ حسی توی صورتش پیدا نیست. تهران 51 کارمندای دولت رو میگن.